دوستان الان اومدیم بکرومز دیگه. اوکی خب دوستان حتما سابسکرایب بزنید تا ویدیوهای جدید شورتی آماده بشه براتون و بیاین عشق و حال بکنید. اوکی بچه الان که دوتا دوتا آدم الان میاد. خب ما الان میریم بکرومز و الان اوکی اینجا بکرومز نیست بچه و لایکو بکوب که برو بریم. سابسکرایب یادت نره که بچه الان شروع شده. بچه الان خیلی مواظب باشیم و ای وای یکیش اونجاست و باید بروی سمت چند تا هم هستن. پس بریم بچه گفته که چند تا میکور وجود داره. الان من برم بالا. خوبه اوکی. اونهاش ندید ما سمیم بچه چند تا وسیله هم از خودم برداشتم اما صداشون داره میاد خیلی زیاده. یا باید فرار کنیم یه جوری از این من باید این بلاک‌ها رو چیز کنم بکنم تموم بشه بره. نلتی انقدر سخته. یک نهاش این خیلی سخته. بچه ببخشید که صدام کم میاد ببخشید دیگه که مشکل از میکروفونه چون میکروفون الان خیلی چیزه گذاشتم دور بخواد همون صدامو میاد دور میکنم. اوکی اوکی چند بلاک کردیم کار خودمون کردیم و الان باید میکر نباشید. اگه باشه ما الان به باد رفتیم. اوکی کارمون رو درست کردیم انجام دادیم درست انجام یکم برنداشتم. اوکی ولی بکروم زنی عجیب غریب صداشون میومد از اول ولی خیلی مشکوکه دیگه. ممکنه که بمیریم ممکنه که زنده بمیریم. وای خدای ناشکیش وای میمیکور اوکی خب اوکی اینا چیان نمیرم. اوکی شروع میشه. اوکی آقا ما الان سخت‌ترین مردیم. بچه باید ازشون نجات پیدا کنیم و باید یه جور فرار کنیم از اینجا. بازی نتیجهش اینه و اصلا خیلی سخت اینطور چیزاست و نمیدونم. وای نالتی ای مردم. ای وای شاید الان یکیش بچه بیاد اینجا. الان خودتون میدید چی میگه خیلی مزخرف داریم میگه. بچه اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک سابسکرایب یادتون نره و الان ما باید دنبال راه فرار پیدا کنیم. تیرمون هم اینجا افتاده شاید اینجا چند تاشون باشه. پس ما باید یه کاری انجام بدیم. باید چند تا درد بذاریم. خب اوکی من این سقف باید بکنم. اینجا باید برم یه جور بیرون و بیام توی اینجا. خب اوکی یک سه اینو بده به من. این لازم نبود. خب اومدیم سقفش و الان ممکنه چند تا آدم باشه اینجا. اینا چیه نمیدونم. اوکی اینجا همون جایی که ما میایم و من الان
نمیدونم خیلی عجیب غریبیه. بعد گفتن که اگه شما بیاین همین قسمت بخشای قسمتش شما الان ممکنه میمیکور از اینجا هم پیدا بشه. میمیکور خیلی خطرناکن و چند تا میمیکور دیدی که افتادن دنبال ما باید از اینجا بریم بیرون. خیلی یعنی ببخشید ریدم. خب طولانی ترین چیزن. اوکی بچه ها الان ما باید بریم اینجا و من الان باید یه راه اوکی الان یه راه خروج ولی او شت. خب اوکی. وای نه بچه اصلا این چه سمیه. اوکی ما الان باید یه راه فرار باشه. من نمیدونم باید برم آب پیدا کنم که وقتی میخوام بمیرم این نلتی ها نباشن. اوکی من الان چطوری برم و یه کاری انجام بدیم. یه کار معمولی نیست این میمیکاره خودتون میبینید. وای یک شخصی وای خدا میاد این نلتی. وای نگاه نمی کنم. وای نلتی. باید چیکار کنم یه کاری باید انجام بدم. این تابلوها رو چرا میذارید؟ مگه این چه منطقی؟ این نمیشه دیگه گذاشتش. خب بچه الان یه دونه صندوق پیدا کردم. نمیدونم چیه توش. یه آب وای پیدا کردیم یه دونه. برو وای نه باید از اینجا یه راه فرار باشه. بچه الان داریم خیلی نزدیک میشیم برای راه فرار. اوکی بچه اوکی زود باش اینجا رو بکن زود باش. اوکی زود باش نلتی. اوکی باید یه راه فرار باشه. باید یه کلات بزنم زود برسم به این نلتی ها. خدافظ. این نلتی ها فکر کردین کی هستی؟ خب بچه حتما ویدیو سابسکرایب بکنید تا این دو ویدیو. وای صداشون داره میاد بس زود فرار کنن. بچه حتما ویدیو رو سابسکرایب کنید. نمیدونم شاید الان پشتم شاید الان از اونجا بیان. اینا خیلی خطرناکه. یعنی ببینید دارن بلاک چیز میکنن اینطوری هن. این موبا اینطوری هن. این نلتی اینطوری هن. بچه اگه میخواییم ویدیوی بعدی توی هفته بعد که پارکور باشه ویدیو رو 50 تا نفر لایک کنید تا ما هم کلاس باشید پارکور بریم. اوکی من الان از اینجا باید برم پایین. اوکی دارم میرسم. اوکی وای اومدم اینجا. وای نه مثلا نه امکان نداره. نه امکان نداره. برو بریم کلات میزنیم. اینجا کلات میزنم نمیرم. اوکی بود دیگه. شت دیدی. خب بچه قشنگ ریدیم و اصلا نتونستیم موفق بشیم و حتما بچه ویدیو رو لایک کنید. این ویدیو باید به دست همه دستتون برسه و حتما سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدم بذارم من دیگه. اوکی بچه من ریدم do این ویدیو و اوکی دیگه یک برسونیم. اوکی